بهرام به شهر یکاترینبورگ روسیه سفر دارد. خیلی شد 2 سال شده اومدیم در زنگ گرفتم که بخوایم مقصد بوم بریم یا تو بخوریم یگان سون کار کنیم مقصد بیایم یگان نویگری ای پر زندگی. خبری رفتن مسافربرها از شهر باختر بر روسیه بهرام را خوشحال کرد. اتوبوس نرخ ارزانتر مقصد با خوب میشه ارزانتر برای 750 سوم. بازارگل قاسیمова مادر بهرام است که میگوید از یک جانب خرسند است پسرش به مهاجرت رفته پول میفرستاند ولی با اتوبوس رفتنش او را به تشویش آورده است. ادا اک برای کارشون ابتیا ادا برای مسافربرهای خوجند ترانس سرویس یا شرکت تاجیکستانی در یک هفته یک بار بر روسیه می روند. مسئولین این شرکت بر رادیو آزادی گفتند بالا رفتن نرخ چیپته هواپیما بازار آنها را در ختلان گرم کرده است. از سببی که چیپته هواپیما گرم شدگی است طلبگارا خیلی هم بسیار شدگی. با کدام شهرها می روند؟ یکاترینبورگ، مسکو، تیومن، چلیابینسک و تمام شهرهای نوسیبیرسک. ختلان از منطقه کم بضاعت تاجیکستان است و مردها اساساً برای دریافت رزقشان بر روسیه می روند. یوسف جان می داند که 3 روز در راه خواهد بود و توشه‌اش را با خود گرفته است. 3 روزم اگر بره که اتوبوس ارزان میری و بیچاره ها میبره اتوبوس چلیابینسک گوجه افتاده میفروره میری زمین افتاده این سمالات قطع میری اگه بلیت خا دپستیم 1800 یا خیروز میشه 2000 و دا خیلی بیچاره کماقل از زورش نمیرسه و بچه ها از کردیت گیفته میره سمالات قطع میگردونه و یک جا میتیه یا خیلی ممین میشه که قطع اتوبوس میری ویزو چی دین میگذاری میری. مسافربرهای خوجند ترانس سرویس از طریق ازبکستان و قزاقستان بر روسیه می روند که تاریخ سفر آنها تا شهر مسکو 3 روز بوده است. خوراک از حساب خودشان است. وای فای هست از قزاقستان وای می شود برای که این اتوبوس‌های رسیدن. مهاجران کاری که از ختلان بر روسیه رفتند رسما 240,000 گفته می شوند. در پس منظر بالا رفتن نرخ چیپته های هواپیما با اتوبوس بر روسیه رفتن خرج آنها را کمتر می کند.